بنده در طول مدت مسئولیت‌های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان، مخصوصا طبقات محروم و نسل جوان مملکت ما، یک محیط مثبت و واقعی نشونمای مادی و معنوی میسر گردد و در آن همه افراد وطن ما بدون تبعیض و امتیاز در راه تعالی و امران وطن خود سهم گرفته و احساس مسئولیت نمایند. مدت‌ها سپری شد و مساعی زیاد به عمل آمد تا عواملی را که نظر به تجارب و شکل‌های مختلف مانع رسیدن به چنین هدف میشد تدریجاً از بین برداریم و مخصوصاً در مملکت امنیت قابل اعتبار قائم سازیم که تحول مثبت اقتصادی و اجتماعی را به صورت سالم اجازه دهد و از نشونمای ارتجاعی جلوگیری کند. پس از این مراحل دیگر علت صلاح نداشتم که در وطن ما صفحه جدید به غرض رسیدن به هدف فوق باز نگردد. من برای سعادت آینده وطن خود جز قائم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد راه دیگری صلاح نداشتم و ندارم. به نظر بنده تهداب چنین یک وضع اجتماعی تأمین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که نباید به دو اصل فوق ظاهر یا پوشیده خلل وارد شد. این آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت 10 سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه پیش و تطبیق آن را برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنم. آن آرزوی مقدس چرا با این بی‌سر و سامانی مملکت منجر گردید و چرا آن رفقای ضعیف النفس از اصل هدف منصرف و راه خطایی را تعقیب کردند داستان است بس طولانی که تفصیل آن در این فرصت کوتاه گنجایش ندارد و در فرصت مساعد البته به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده خواهد شد. به هر صورت نتیجه آن شد که آن امیدهای دیرینه و آن آرزوهای نیک به یک دموکراسی قلابی که از ابتدا تهداب آن بر عقده‌ها و منافع شخصی و طبقاتی، بر تقلب و دسایس، بر دروغ و ریا و مردم فریبی استوار گردیده بود مبدل گردید. اما تمام این همه تبلیغات دروغی در ظرف همین 10 سال نتوانست حقایق تلخ را که بعد از انحطاط و شکستگی مطلق وضع اقتصادی، وضع اداری، وضع اجتماعی و سیاسی مملکت باشد از انظار ملت افغانستان و دنیای خارج بپوشاند. خلاصه دموکراسی یعنی حکومت مردم و یک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه به یک رژیم مطلق العنانی مبدل شد و هر کدام از این قدرت ها به جان همدیگر و به جان مردم افتادند و پیروی از فرمول تفرقه انداز و حکمرانی کن آتشی را در سرتاسر مملکت افروختند تا بتوانند در سایه این فضای ملوث و تیراودار پر از بدبختی و فقر و فلاکت مقاصد شوم مادی و ممکن سیاسی خود را حاصل نمایند. وطن پرستان در هر گوشه و کنار مملکت که بودند این حالت رقتباری وطن خود را با یک دنیا تعصب و تعلم نگاه می کردند و مراقب احوال وطن خود بودند. مخصوصا اردو این درد را از همه بیشتر احساس میکردند و با امید این که امروز و فردا این دستگاه فاسد و فرسوده بالاخر از راز بدبخت ملت مطلع و به اصلاح خود خواهد کوشید انتهای صبر و حوصله را به خرج دادند. اما نتیجه ثابت ساخت که این امیدها به کلی بیجا و رژیم و دستگاه دولت به حد فاسد گردید که دیگر امید و انتظار برای اصلاح آن باقی نماند. لذا همه وطن پرستان خاصه اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده و وطن از این ورطه بدبختی نجات یابد. باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن گردید. رفقای من و من از صمیم قلب
این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخواهم. اردوی فداکار افغانستان و هر کجا و هر گوشه و کنار مملکت که هستید این موفقیت را به همه ایتان تبریک میگویم. یقین دارم همچنان به وظایف خود که باید از تامین امنیت و حفظ حاکمیت ملی افغانستان است مواظب خواهید بود. نظام نوین طبعا با خود رفرم های بنیادی دارد که تفصیل آن در این فرصتی کوتاه ممکن نیست و در آتیه نزدیک به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید. سیاست خارجی افغانستان به اساس بی‌طرفی، عدم انسلاک در پیمانهای نظامی و قضاوت آزاد خود مردم افغانستان استوار خواهد بود. سیاست بین المللی افغانستان بر اساس تمنیات ملی کشور برای حیات مادی و معنوی مردم ما طرح گردیده است. از روی مساعی و آرزومندی های ملی ما به طور واضح معلوم می شود که برآوردن تمنیات ما بیشتر از همه چیز به صلح جهانی نیازمند است. هیچ کشور جز در پرتو صلح گیتی نمی تواند با آرزوهای ملی خود موافق آید، چون ما بیشتر از همه کس خود را نیازمند سعی در راه انکشاف مملکت خود می دانیم. بیشتر از همه کس خواهان صلح و سلام جهان هستیم. از این رو پایه نخستین سیاست افغانستان صلح‌خواهی و دوستی با همه مردم و ملل جهان است. در این آرزومندی هیچ گونه تبعیض در مورد هیچ کشور یا مردم، چه خرد و چه بزرگ، چه دور و چه نزدیک، در نزد ما وجود ندارد. این اراده مستقل از تمنیات مردم افغانستان سرچشمه میگیرد. عنصری که سیاست بی‌طرفانه عنعنوی افغانستان را امتیاز میبخشد صراحت و صمیمیت آشکار آن است که از استقلال اراده ملی افغانستان نمایندگی میکند. به این اساس روابط مودت افغانستان با دول متحابه پایه تزلزل ناپذیر خود را استوار نگاه داشتن و در توسعه و تشکیل مزید آن از طرق دیپلماسی، تماس‌های شخصی، ایجاد و جلب همکاری بین‌المللی سعی به عمل خواهد آمد و آرزوی ما این است که از آن نتایج مثبت و عملی گرفته شود. این نظام منشور ملل متحد که هدف آن سعادت و آرامش دنیای بشری است ملحوظ و محترم می شمارد. در مورد روابط ما با پاکستان که یگانه کشوری است که روی قضیه پشتونستان با آن یک اختلاف سیاسی داریم و تا کنون به حل آن موافق نگردیده ایم، سعی دائمی ما برای یافتن راه حل قضیه پشتونستان دوام خواهد کرد. در خاتمه یک بار دیگر این موفقیت بزرگ ملی را به هموطنان عزیز خویش تبریک گفته و از همه وطن پرستان خاصه اردوی فداکار افغانستان که از هیچ گونه سعی و کوشش مقدور و خالصانه دریغ ننمودند از صمیم قلب اظهار تشکر و امتنان خود را تقدیم میکنم. چون سعی و آرزومندی ما نمیتواند نقطه انجام داشته باشد، دوام این همکاری از طرف همه افراد خاصه طبقه جوان کشور از تمنیات قلبی همه ماست و در یافتن آن امید قوی دارم. زنده باد افغانستان، پاینده باد جمهوریت. و من الله التوفیق.